ضمن برگزاری مراسم کشوده‌شوی بسط یکم استراحتی کودکان و نورسان در موسم تابستان سال 2025 در استراحتگاه درخشان مسئولین مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه فیض‌آباد و دیگر شخصان مسئول ساحه اشتراک نمودند. بیان گردید که اقدام‌های پیوسته پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان و تامین حیات آسایشته کودکان و رعایت حقوق و آزادی‌های آنها در روحیه مهر و محبت به وطن و همچون نسل سالم و سازنده تربیت نمودن کودکان روانه گردیده است. غمخوری‌های پیوسته پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان نسبت به حمایت حقوق‌های کودکان، بلند برداشتن درجه معلوماتناکی، انکشاف ذهنی، تنصیحاتی آنها از آن شهادت می‌دهد که تاجیکستان صاحب استقلال برای آینده درخشان خود پایدیوار مستحکم گذاشته ایستاده است. تاکید شد که در جواب به همه غمخوری‌های سرور دولت محترم امامعلی رحمان نورسان و کودکان را ضرور است که علم آموزند، دانش‌های زمان معاصر را از خود کرده در آینده همچون فرزند صادق وطن و خلق و دولت خدمت شایسته نمایند. و مربیان استراحتگاه گفته شد که نورسان و کودکان را در روحیه ارزش‌گذاری به علم و معرفت، خودشناسی و خودآگاهی و وطندوستی و وطنپرستی تربیت سازند تا که آنها وارثان حقیقی این دولت و ملت بودنشان را باطناً احساس نمایند. در نتیجه این سعی و تلاش‌ها حیات کودکان کشور سال از سال بهتر و رنگین‌تر گردیده، همساله از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان درباره تشکیل استراحت کودکان و نورسان قرار دخلدار به توصیب می‌رسد.